یه کتابی تازه خوندم که خیلی برای من جالب بود. دختر و پسر جوان، زن و شوهر، متولدین دهه 70 می نشینن برای اینکه جشن عروسیشون درش گناه انجام نگیره نذر میکنن 3 روز روزه بگیرن. به نظر من اینو باید ثبت کرد در تاریخ. یه دختر و پسر جوانی برای اینکه در جشن عروسیشون ناخواسته خلاف شرعی و گناهی انجام نگیره به خدای متعال متوسل میشن، 3 روز روزه میگیره. پسر عازم دفاع از حریم حضرت زینب سلام الله علیها میشه. گریه ناخواسته این دختر دل او رو میلرزونه. به خانمش میگه که گریه تو دل من لرزوند اما ایمان من نمیلرزوند. و اون خانم میگه که من مانع رفتن تو نمیشم، من نمیخوام از اون زنهایی باشم که در روز قیامت پیش فاطمه زهرا سرافکنده باشم. اینا مال قضایای 100 سال پیش و 200 سال پیش نیست، مال سال 94 و 95 و مال همین سالاست، مال همین روزهای در پیش ماست. اینه امروز نسل جوان ما یه چنین عناصری درشون حضور دارن، یه چنین حقیقت‌های درخشانی درش حضور داره و وجود داره.